سگم لئو 12 سال کنارم بود. از روزی که یه توله کوچیک بود تا وقتی که موهای دور چشمش سفید شد و دیگه اون انرژی سابقو نداشت. اون روز صبح مثل همیشه کنار در ایستاده بود، اما برای اولین بار نتونست ماشین بدرقم کنه. قبل از رفتن فقط چند ثانیه کنارش نشستم و سرش رو روی پام گذاشت. به صورتم نگاه کرد. عجله داشتم. گفتم عصر برمیگردم رفیق. وقتی شب رسیدم خونه عجیب ساکت بود. مادرم پشت تلفن گفت زود بیا داخل. انگار یه اتفاقی افتاده بود. لئو روی همون پتوی همیشگی خوابیده بود. انگار منتظر مونده بود برگردم، اما دیگه بیدار نشده بود. کنارش نشستم و دستم رو روی سرش گذاشتم. هنوز گرم بود. اون لحظه فهمیدم بعضی از خداحافظی‌ها هیچ شباهتی به خداحافظی ندارن. گاهی آخرین دیدار همون چند ثانیه‌ایه که فکر می‌کنی بعداً 1000 بار تکرار میشه. و چیزی که هنوز آزارم میده این نیست که لئو رفت. اینه که آخرین جمله‌ای که به بهترین دوستم گفتم فقط این بود: عصر برمیگردم. اما اون عصر هرگز برای لئو فرا نرسید.